صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. پروردگارا مدد فرما تا در این ساعت هستی و وجود و افکار و تمامی ذهن خیش را متوجه کلام مقدس تو و پیام و اوامرت بنماییم. تمنا می‌کنیم ای خدا که به ما حکمت و معرفت روحانی عنایت فرما و به ما بصیرت روحانی بده تا چیزهای عجیبی از کلام مقدس و جاودانت یاد بگیریم. استدعا داریم که در این ساعت با ما سخن بگویی و بگذار که ما متوجه ندای آسمانیت در قلب و وجدان خودمون بشیم و قدرت بده تا آنچه را که تو می‌فرمایی را در قلب خود جای بدهیم و از آن پیروی کنیم. این دعا را به نامی عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو و مظهر قدوست می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود مجدد ما را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما یاران گرامی آرزوی شادی و نجات و بخشش را نموده و امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید و صدای ما را میشنوید در این ساعت برکت خدا را دریافت بدارید. زیرا خدا خدای محبت، بخشنده و مهربان و رحیم است و اگر ما طالب فیض و محبت او شویم، او آن را به ما عطا خواهد کرد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی خدا را به خاطر این لطفی که عطا کرده تا پیام مقدس او را به سمتون برسونم و شما را با حقیقت الهی آشنا سازم شکر میکنم. راستش باعث افتخار منه وقتی میبینم که بسیاری از شما یاران عزیز متوجه بخشش و فیض و رحمت خدا شده اید. شادی من 100 چندان میشه وقتی از شما نامه میگیرم و به من اطلاع میدهید که نور خدا زندگی شما را منور کرده و از گناه متنفر شده اید و به سوی قدوسیت، پاکی و فروتنی قدم برمی‌دارید و طالب این هستید که صفات خدا در قلب و وجود شما جای بگیرد. در طول این ایام هزار نامه از شما دوستان خوب دریافت کردم که مایه افتخار و شادی بسیار می باشد و ما خدا را به خاطر قدرت کلامش و به خاطر تغییرات شایسته‌ای که در زندگیتون به وجود آورده شکر و سپاس می‌گوییم. اجازه می‌خواهم به نمونه از این نامه‌ها در برنامه این ساعت اشاره کنم تا شما نیز در شادی ما شریک باشید و به قدرت کلام خدا یکتا بیش از بیش پی ببرید. واقعیت این است که هر کسی که می‌خواهد در دینداری زندگی کند مطابق کلام خدا، هر کسی که می‌خواهد پاک و مقدس باشه، هر کی می‌خواهد خدا را در این دنیا از خود راضی کنه، زحمت بسیاری خواهد کشید
و این نامه‌ای که از برادر عزیز ما آقای محمد جه از تهران دریافت رسیده بازگو کننده مبارزه و کشمکش بین قدرت روحانی، قدرت خدا و شیطان در قلب یک انسان است و چه بسا در حقیقت بیان کننده حالت و موقعیت شما را نیز در عالم معنویت بازگو می کند. خلاصه نامه آقای محمد جه از تهران از این قراره: با درود بر شما راهنمایان حق و نور راستی، امیدوارم که با حمایت پروردگار منان در هدف مقدسی که در پیش دارید موفق باشید. سروران گرامی، علت از ایجاد مزاحمت و گرفتن وقت شما این است که می‌خواهم شما را از مطلبی که در درونم می‌گذرد مطلع گردانم تا شاید از راهنمایی‌های پدرانه شما بهره مند شوم. آنچه که در قلبم است مطلب عشق و سوختن در آن است. سوختن در شعله‌های عشقی که تصویر واضحی از آن ندارم و سال‌هاست که شعله‌های این عشق را احساس می‌کنم. مدت مدیدی بود که تمام سعی و تلاشم را در راه خاموش کردن و از بین بردنش کردم، ولی هر بار مایوس‌تر از قبل می‌شدم و عجبا با اینکه در پی نابودیش بودم، اما بارها و بارها مخصوصاً در ایام سربازی مورد لطف معبودم قرار گرفتم و هم در این زمان بود که احساس کردم دیگر تحت تاثیر جو حاکم و محیط قرار گرفتن و مبارزه در جهت خاموش کردن شعله‌های عشق درونم نسبت به معبودم کافی نمی باشد، زیرا که انگار این عشق به معبود با ذاتم یکی شده و نابودی او نابودی خودم می باشد. سرورانم، شعله این عشق تمام وجودم را در بر گرفته، اما این بار از اینکه در شعله‌های آن می‌سوزم لذت می‌برم، همانند عاشقی که در آتش معشوق خود می‌سوزد و از سوختن مسرور می‌گردد جان می‌گیرد و در این سوختن گرمای دیگری را نیز احساس می‌کنم و آن شوقی هرچی بیشتر مربوط به دانستن راجع به معبود خودم است و این آتش همانا آتش مسیح است که با شنیدن نام او و در باره او شعله‌های این عشقی که در آن قرار دارم بیشتر و بیشتر زبانه می کشد. تمنا و خواهشم این است که مرا در شناخت معبود خود که فکر می کنم تنها من، نه فقط من بلکه تمام بشر به او تعلق دارد و شما با او و از او سخن می گویید، مرا راهنمایی کنید تا هرچه بهتر وفا به عهد نمایم و تسلیم او شوم، زیرا او یگانه امید من است. منتظرم تا از شما نامه بگیرم. این بود خلاصه نامه آقای محمد جه که نمونه است از نامه‌های بسیاری از شما یاران عزیز. همونطور که عرض کردم نامه‌های شما برای ما بسیار عزیزه و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی نیز می‌دهیم. دعای ما این است که شما نیز ای دوست من با این منجی بشریت، با این نور حقیقت عیسی مسیح آشنا شوید. منجی که یگانه امید و یگانه کسی است که قادر تاوان شرارت‌ها و گناهان ما را بپردازد و ما را نجات بده و اتفاقا همین کار را کرده است. منجی که امروز زنده است و از ما دعوت می کند که به حضورش آمده و تسلیم او شویم و با ایمان آوردن و با پیروی کردن از اوامر مقدسش در ملکوت خدا جای بگیریم. و دوستان عزیز، برای همین است که ما زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به سمع شما میرسانیم تا شما که به خاطر موقعیت‌های سیاسی و یا اجتماعی از آزادی مطالعه و تحقیق کلام خدا محروم هستید، لااقل توسط رادیو از حقیقت آگاه شوید، زیرا همه ما به آن نیازمندیم. حالا با بیان این مطلب توجه شما را به دنباله مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح از انجیل مقدس جلب می‌کنم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 14 از انجیل لوقا می‌کنیم و تا آنجا که فرصت هست آیات را خدمتتون می‌خونم و توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی آیات تقدیم حضورتون می‌کنم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در فصل 14 ملاحظه می‌کنیم که رؤسای دینی یهود که دشمنان سرسخت مسیح بودند، سعی دارند به هر طریقی که شده او را محکوم به شکستن شریعت خدا کنند و در این تلاش هستند که دلیل و مدرکی به دست بیاورند تا عیسی را در برابر مردم و در برابر حکومت قانون شکن معرفی نمایند. و برای این منظور دوستان از هیچ حیله و مکری کوتاهی نمی‌کنند.
در این آیات ملاحظه می‌کنیم که آنها از عیسی دعوت می‌کنند تا در منزل یکی از این ملایات حاضر بشه. و فصل 14 اتفاقات و گفتگوهایی که در این مجلس رد و بدل می‌شده برای ما بیان می‌کند. 6 آیه اول از فصل 14 انجیل لوقا براتون می‌خونم. می‌فرماید و واقع شد که در روز سبت به خانه یکی از رؤسای فریسیان برای غذا خوردن درآمد. و ایشان یعنی رؤسای دینی مراقب بودند. و اینک واقع شد که شخصی مستسقی پیش او بود. آنگاه عیسی ملتفت شده فقها و فریسیان را خطاب کرده گفت آیا در روز سبت شفا دادن جایز است؟ ایشان ساکت ماندند. پس آن مرد را گرفته و شفا داد و رها کرد. و به ایشان گفت کیست از شما که الاغ یا گاوش در روز سبت در چاه افتد و فوراً آن را بیرون نیاورد؟ پس در این مورد نیز از جواب وی عاجز ماندند. حالا در این آیات عیسی مسیح رو می‌بینیم که به منزل یکی از ملایان یهود برای غذا خوردن میره. مهمانی کردن در روز سبت یا شنبه که روز استراحت بود در بین یهودیان بسیار رسم بود. اما غذا در روز جمعه پخته میشد، زیرا در روز شنبه آنها حق کار کردن حتی پختن غذا را نداشتند. در فرقه فریسیان پیشوایی نبود، بلکه همه در مقام مساوی بودند. اگرچه بعضی از فریسیان با عیسی همراه بودند و دوست عیسی محسوب می شدند، لیکن چنین به نظر می رسد که مقصود اصلی آنانی که او را در اینجا دعوت کرده بودند این بود که از او جاسوسی کنند. می گوید جمله مراقب او بودند. این حقیقت رو تایید می کنه که تمام رؤسای دینی یهود که از عیسی خواسته بودند بیاد در این مجلس شرکت کنه مواظب بودند که ببینن مسیح چه کارهایی میکنه که برخلاف قانونه. در آیه 2 میفرماید که مهمانی در آنجا بود که مریض بود. مرض او این بود که شکمش آب آورده بود. عیسی از روی مهر و محبتی که داشت اراده میکند تا او را شفا ببخشه. اما از آنجا که قادر بود افکار و نیت ملایان را نیز بخوانه و میدانست که آنها در صدد ایرادگیری از او هستند، قبل از اینکه آن مریض را شفا بدهد رو به آنها میکنه و با سوال کردن از آنها رحمت خود را نیز بر آن مریض عطا میکند. از آنها سوال میکند که آیا شایسته است یا جایزه که این شخص مریض در روز استراحت شفا پیدا کند یا نه. دوستان، ملایان یهود تعلیم میدادند که شخص مریض نباید در روزهای شنبه نزد طبیب بره، چون این کار محسوب میشد و کار کردن در روز شنبه ممنوع بود. اما رؤسای یهود در پاسخ به سوال عیسی سکوت میکنند، زیرا میدانستند که خودشون خیلی وقتها مطیع قانون نبوده و نیستند. پس مسیح رو به آن مرد میکند و او را شفا میبخشد و برای اینکه به آنها ثابت کند که مطابق تعلیمات خودشون مسیح کار خطایی رو انجام نداده، به آنها یادآور میشود که اگر پسرتون در چاه بیفته یا حتی اگر گاوتون در چاه بیفته، شما اونو در روز شنبه بیرون میآورید از چاه. به عبارت دیگر این کار رو میکنید. حالا میگه اگر این کار جایزه که یک گاوی اگر در چاه افتاده نجات بدید و یا پسرتون در خطر اونو نجات بدید، پس مسلماً شفا دادن این مریض هم حتی در روز شنبه جایز میباشد. حالا مقصود مسیح این است که خدمت کردن یا نیکویی نمودن هرگز نباید به وسیله قانونها و یا تشریفات و یا رسومات مذهبی یا اجتماعی محدود بشه. دوستان عزیز، این تعلیم این قسمت آیاتی که بایستی اونو از بر کنیم که هرگز نیکویی کردن نباید به وسیله قانونها و یا تشریفات و رسومات مذهبی یا اجتماعی محدود بشه. در رساله به غلاطیان می‌خوانیم که لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، نیکویی و تواضع و خدمت و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع چنین کارها نمی شود. یعنی حتی شریعتی که خدا به موسی عطا کرده مانع انجام خدمت و نیکویی کردن نشده، حتی در روز شنبه. پس خدمت کردن، شفا دادن، نیکویی کردن نبایستی به زمان و مکان و مذهب و قانون محدود بشه.
پس از اینکه این مرد مریض سلامتی خود را باز می‌یابد و میره، عیسی متوجه میشه که کسانی که او رو به مهمانی دعوت کردن سعی دارن که مقام‌های بالا رو در مجلس به خودشون تعلق بگیره. به عبارت دیگه آنهایی هم که به مهمانی دعوت شدن سعی میکنن که در صدر مجلس و یا در بالای مجلس بنشینن و بدین وسیله نشون میدن که آنها افراد بسیار مهمی هستند. سپس عیسی رو به آنها میکنه و به آنها تعلیمی میده و به آنها نشون میده که این نوع طرز رفتار و مقام دوستی و به عبارت دیگه خود نشون دادن گناه میباشد. آنها را نصیحت میکنه و در واقع درس فروتنی رو به من و شما یاد میدهد. از آیه 7 الی 15 براتون میخونم. میفرماید و برای مهمانان مثلی زد، چون ملاحظه فرمود که چگونه صدر مجلس را اختیار میکردند. پس به ایشان گفت اگر کسی تو را به عروسی دعوت کند در صدر مجلس منشین، مبادا کسی بزرگتر از تو هم دعوت شده باشد. پس آن کسی که تو و او را وعده خواسته بودی بیاید و تو را بگوید که این کس را جای بده و تو با خجالت روی به صف نهاد خواهی نهاد. بلکه چون مهمان کسی باشی رفته در پایین بنشین تا وقتی که میزبانت آید به تو گوید ای دوست برتر بنشین. آنگاه تو را در حضور مجلسیان عزت خواهد بود. زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خیشتن را فرود آرد سرافراز گردد. پس به آن کسی که از او وعده خواسته بود نیز گفت وقتی که چاشت یا شام دهی برادران و یا خیشان یا همسایگان دولتمند خود را دعوت نکن، مبادا ایشان نیز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود. بلکه چون ضیافت کنی فقیران و لنگان و شلان و کوران را دعوت کن که خجسته خواهی بود، زیرا که ندارند که تو را عوض دهند. و آن وقت در قیامت عادلان به تو جزا عطا خواهد شد. دوستان عزیز، در این آیات درس‌های بسیار مهمی هست که درس اخلاق و زندگی می باشه. در قدیم رسم بود که برای هر مهمانی یک تخت یا نیمکت مخصوصی می‌گذاشتند تا روی آن دراز بکشد. مقصود از صدر مجلس در آیه 8 همان تخت اول یا سر میزه. عیسی مسیح به جای تملق و تعارف و تعریف‌های بیجا از مهمانداران خود با کمال وضوح و در عین حال با کمال ادب آنها را برای کبر و غروری که در خود دارند توبیخ میکنه، نکوهش میکنه. رسم این بود که مهمانان اول وارد اتاق میشدند و جای برای خود میگرفتند و بعد صاحب خانه وارد میشد. مسیح میگوید اگر از شما دعوت شده است تا در جشن شرکت کنید، نرو و جای مهم را یا جای اول را برای خود بگیر، بلکه خودت رو فروتن کن و صندلی آخر را انتخاب کن. چرا؟ چون نمیدانی مهماندار چه کسانی را دعوت کرده و اگر تو بالای مجلس جا خوش کرده باشی، بعد صاحب خانه بیاد و به تو بگه ببخشید دوست من اینجا برای کسی دیگری رزرو کردم و تو باید جایت رو ترک کنی و بری پایینتر بشینی، آن وقت در برابر همه کنف و خیس عرق و شرمنده خواهی شد. پس چرا از اول فروتنی را پیش خود نکنی؟ چرا خودت رو کوچک نکنی تا سرانجام شرمنده نشوی؟ وقتی خودت رو فروتن کنی، وقتی فروتن بشی و به قول معروف در صندلی آخر بنشینی، وقتی صاحب خانه بیاد تو را به بالای مجلس دعوت میکنه و آن وقت جلو همه سرافراز خواهی بود. دوستان عزیز، این تعلیم را عیسی مسیح به فریسیان یا ملایان دینی میدهد و نه به پیروان خود. چرا؟ زیرا در فصلهای گذشته میبینیم که به پیروان خودش تعلیم داده که آنها باید مثل اطفال کوچک شده و اصلاً طالب جا و مقام و عزت نباشند. روی سخن در این آیات به افراد دنیادار و طالب عزت و جلال انسانی می باشد و از این رو این مطالب را که قابل فهم برایشان بود بیان میکنه و به ایشان فرمود که راه کسب عزت اشغال عالی ترین محل نیست، بلکه نشستن در پایین است یا فروتن بودن. در آیه 11 مسیح قانون رو بیان میکنه که قانونی عمومی محسوب میشه و آن اینه که مغروران و متکبران پست و فروتنان سرافراز خواهند گردید. و دوستان عزیز، این واقعیتی است انکار نکردنی و بهترین نمونه آن خود عیسی مسیح می باشد. مسیح هر چه را تعلیم میداد خودش همان را انجام میداد.
و این خود تفاوتی است بین عیسی مسیح با دیگر مذاهب و یا دیگر رهبران مذهبی. دیگران برای خود استثناءاتی قائل شده بودند، ولی عیسی مسیح هر چرا میگفت و هر چرا تعلیم میداد همان را انجام میداد. در رساله به فیلیپیان اومده است که عیسی مسیح خود را فروتن ساخت، خود را پست نمود و برای نجات ما حتی حاضر شد که گناهکار محسوب بشه، در حالی که گناهی نکرده بود. او حاضر شد کشته بشه و بمیره و خدا به خاطر این فروتنی و گذشت و این کارش او را از مردگان برخیزانید و او را به دست راست خود مرتفع نمود. نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که ما نباید برای کسب جلال دنیوی خود را فروتن و حقیر کنیم. دوستان عزیز دقت کنید، ما نباید برای کسب جلال دنیوی خود را فروتن و حقیر کنیم. شاید براتون عجیب باشه، ما درس فروتنی رو داریم به شما میدیم، ولی در اینجا میگیم که برای کسب جلال دنیوی نباید خود را حقیر و فروتن کنیم. چرا؟ چون این امر فروتنی و حقارت حقیقی محسوب نمیشه، بلکه ریاکاری و تظاهر و تعارفه. حالا آنچه که مسیح میفرماید این است که ما حقیقتاً باید دیگران را از خود بهتر بدانیم. دقت کنید، حقیقتاً دیگران را بهتر از خودمون بدونیم و جلالی که از انسان باشد طالب نشویم، بلکه جلالی که از آسمان و از جانب خداست طالب شویم. هدف ما باید این باشه که خدا به ما آفرین بگوید، خدا از ما خوشنود شود. این هدف نهایی و غایی ما باید باشد. از آیه 12 در دنباله تعلیمات خود عیسی مسیح راه دعوت کردن و مهمانی دادن صحیح را به ما نشان می‌دهد. مقصود مسیح از آیات 12 الی 15 این نیست که دعوت کردن فامیل و آشنایان و یا رفتن به مهمانی کار غلطیه، خیر، بلکه مقصود این است که مهمانداری و پذیرایی حقیقی آن نیست که شما مردم را یا همسایتون را دعوت کنید به این امید که آنها هم در عوض از شما دعوت کنند، زیرا چنین دعوتی هیچگاه اجر آسمانی برای ما ندارد. در عوض مهمانداری حقیقی که پاداش سماوی دارد این است که افرادی را دعوت کنیم تا از سفره ما بخورن که نتونن به ما عوض بدهن، یعنی از فقیران و بیوه زنان و یتیمان و مستضعفان و آوارگان و غیره. بدبختانه ما عادت داریم که کسانی رو دعوت کنیم و بعد میگیم که فلانی چرا ما رو دعوت نکرده؟ ببین چقدر اینا شکمو بودن که حاضر نیستن مثلا به ما غذا بدن. دوستان عزیز، کسانی که خداپرست حقیقی هستند، کسانی که به خدا تعلق دارن یا کسانی که فرزندان خدا محسوب میشوند، طالب عوض از جانب خدا هستند و نه از طرف مردم این عالم و جهان و جهانیان. وقتی که ما به نام عیسی مسیح به فقرا خوراک بدهیم و به نام عیسی مسیح آوارگان را کمک کنیم و جا بدهیم، در واقع مثل این است که از عیسی مسیح نگاهداری کرده ایم. پس ما مسیحیان وظیفه داریم که همیشه بیچارگان را به منزل خود دعوت کنیم و بدین وسیله چهره مسیح را بیش از بیش ببینیم. زیرا از قدیم گفتن که مهمان حبیب خداست، به شرطی که این مهمانان دوستان از ما فقیرتر و بینواتر باشند و از آنها شاهانه پذیرایی کنیم، نه اینکه در راه خدا یه تیکه نانی بهشون بدیم. خیر، از مهمانان فقیر و یتیم و مستضعف شاهانه پذیرایی کنیم. و دوستان این را بدانید، همیشه افرادی هستند که خیلی خیلی از ما فقیرتر و بینواتر هستند. اگر به مستضعفان و بیوه زنان و دردمندان و فقیران خدمت کنیم، مسیح می‌فرماید آن وقت مبارک خواهید بود، که صحبت از یک شادی عظیم آسمانی است. این مبارکی اولا از شادمانی و سروری است که خدمت کننده به فقرا و محتاجان به خاطر نام مسیح مالک آن میشه، و ثانیاً عبارت از اجر آسمانی است که خدا بعدها به ما خواهد داد. قیامت عادلان به معنی قیامت حیات است که در آن غیر عادلان عذاب جاودانی را دریافت می‌کنند، اما عادلان وارد حیات جاودانی میشن. فراموش نکنید که یهودیان به قیامت مردگان معتقد بودند، ولی عقیده آنها خیلی مادی بود و اما قیامتی که مسیح به آن قائل بود قیامت روحانی است.
آیه 15 الی 25 اینطور می‌فرماید: آنگاه یکی از مجلسیان چون این سخن عیسی را شنیده گفت: خوشا به حال کسی که در ملکوت خدا غذا خورد. عیسی به وی گفت: شخصی ضیافت عظیم نمود و بسیاری را دعوت کرد. پس چون وقت شام رسید، غلامان خود را فرستاده تا دعوت شدگان را گوید: بیایید، زیرا که الحال همه چیز حاضر است. لیکن همه به یک رأی عذرخواهی آغاز کردند. اولی گفت: مزرعه‌ای خریدم و به ناچار باید بروم و آن را ببینم. از تو خواهش دارم که مرا معذور بدار. و دیگری گفت: 5 جفت گاو خریدم، میرم تا آنها را بیازمایم. به تو التماس دارم که این بار مرا عفو فرمایی. سیومی گفت: زنی گرفتم و از این سبب نمیتوانم بیایم. پس آن غلام آمده مولای خود را از این امور مطلع ساخت. آنگاه صاحب خانه غضب نموده به غلام خود فرمود: به بازارها و کوچه های شهر برو و فقیران و لنگان و کوران را در اینجا بیاور. پس غلام گفت: ای آقا، آنچه فرمودی انجام شده و هنوز جا باقی است. پس آقا گفت: به راهها و مزرعه‌ها برو و مردم را الحال بیاور تا خانه من پر شود، زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنان که دعوت شدند شام مرا نخواهند چشید. دوستان عزیز، در این مثل که عیسی در پاسخ به سوال آن مولای یهود میدهد، اسرار زیادی درباره نجات و عطیه خدا برای ما انسان‌های گناهکار نهفته است. ما همان افرادی هستیم که در این مثل به فقیران و لنگان و کوران تشبیه گردیده ایم و صاحب خانه خداوند است که خالق ماست و ما را دعوت میکنه که به ملکوت او، یعنی چیزی که لیاقتش رو نداریم، وارد شویم. متاسفانه به خاطر پایان گرفتن وقت باید از شما در اینجا خداحافظی کنم و امیدوارم که درباره این مسئله در برنامه دیگر با شما صحبت کنم. باشد که شما روی این مسئله توجه و تفکر نموده تا معنی آن را بهتر بدانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.